Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Buğra goşa. Goşa. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Barodarim ahli islom. Avekasay xushbaxt ravil alhamdulillah faoliyat ko'rish raftisday. Qasonki davlatlar xorija tani dorin inshaalloh unda xizmat qilsin. Ana musu domlan. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانداری جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. در این سحر مبارک، در این سحر پرفیض و پربرکات ما حضور داریم در این خانه برادر. توی انشاءالله خدا خواهد عظیم بیک و انشاءالله یکی از داملاهای محترم داملا عمر الحمدلله در توش حضور داریم انشاءالله خدا خواهد. عزیزان من، البته این کادگان خانه ناز و نعمت ها آراستن، فقط از برادرها التماس میکنین همین دسترخونچی ها دیگر فقط آوازاش نه پستر کنن انشاءالله خدا خواهد، چون که آوازی ها در یعنی انشاءالله یعنی عکس بردار ها ثابت میشود. در چند جاها مورد تاکید دارن التماس داملا صحبت میکنه باید مردم خاموش باشد، آرام باشد. عزیزان من، برای همین فقط التماس میکنیم هم دسترخونچی ها فقط آوازاش نه پستر کنن خدا خواهد انشاءالله. التماس هم میاد دسترخونچی ها فقط پسته گفزنه ایمان دا اوستو بلنده. اولا انشاءالله خدا خواهد اهلی خاندان به مناسبت فرارسی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم اینم باشد عقد نکاحش تبریک و مبارکباد میگیم. چنانه که بزرگان در حق انشاءالله خدا خواهد نوعروسان دعا میکردن، ما هم دعا میکنیم اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و الحوا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین یوسف و زلیخا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین محمد المصطفى و خدیجة الکبری. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین علی المرتضی و فاطمه الزهرا. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که بین آدم و حوا پیدا کرده بودی. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که بین یوسف و زلیخا پیدا کرده بودی. اللهم پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که بین محمد مصطفی و خدیجه کبری پیدا کرده بودی. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا پیدا کرده بودی. خداوند بین این دو نوجوان پیدا نما و در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیبی خودت کرامت نمایی و چنین خرسندی شادی را و کل خاندان ما اله نصیب بداری. طبق که هر روزمون نوبت به یک انشاءالله خدا خواهد سخنی مبارک الله سبحانه و تعالی میتیم و در اینجا قاری جمشید جان
بزرگان حضور دارند و یک از خداخواد تلاوت قرآن میکنیم و انشاءالله صحبت خداخواد ادامه میتیم. مرحمت خوری محترم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یک دعا گذشتگان. پروردگار حیاتی که امروز با مردم ما شریعتی اسلام میسر گردانیده است به نهایت خرسند و تشکر میگوییم برای آنکه زمان حاضر زمان سزاوار احترام شده ایستاده است. مردم راه اصلاح را از خود کردم، معنویات خود را زمزم کردم، یعنی در درگاه پروردگار برای از جهتی خوبی میسر شدن، سزاوار شدن راه با وجود آمدگی است. این راهی است که راه بزرگ، راه میسر گرداندن به خوشبختی، راهی آن پیغمبرانی که از اول تا آخر دعوت میکردند، این راهی در قلب ما روشنی انداختن است.
این راه را برای میسر کردن با ما میسر کرده است. امروز ما سزاواری احترام همون اجدادان گذشتگان را با وجود آورده صمیمیت خود را برقرار کردن همان در کار است. چهره ما همان وقت خوشبخت می شود که ما سزاوار همان احترام حقیقی پروردگار، سزاوار حقیقی پیغمبران گذشته همان باشیم. هر یک قدم ما مبارک همان وقت می شود که این قدم های ما در شریعت اسلام به نهایت بهتر باشد. این بهتری با آن وقت با وجود می آید که ما شریعت اسلام را از پایان تا بالا به خوبی سو کرده، یعنی دانیم، صبر کرده دانیم. صبر، شکر، اساسی، امید، این یکی از لحظه های هست که هر یک انسان از حیات خودش میگذراند. برای همین دنیا به صبر و قناعت، به شکر، به امید با وجود ندارد. در امید را همیشه انسان با امید سزاوار شدن، پای در پای قدم گذاشته آمدنش در کار. امروز جوانان ما از شریعت اسلام که به نهایت همه طرفه با ما سزاوار احترام را با وجود آوردن، شرایط آفریده است، شرایط آورده است، به نهایت قناعت بخشیده علم پروردگار را از خود کردن هم در کار. آمین. در همین منزل و مکانی که بیشتر اجدادان ما در شریعت اسلام بودند و زندگانی میکردند، الهی همونها جایشان جنت باشد. الهی آمین. در همین منزلی که حال زندگانی دارند، محبت صمیمی پروردگار در قلبشان تا ابد و ابد مستحکم گردد. قدم های مبارکشان در درگاه پروردگار شاد گرداند. آنها خوشبخت و صمیمی همدیگر را، صمیمیت همدیگر را سزاوار بشوند. ما در آمین میگوییم برای آنکه در این منزل و مکان آینده پروردگار خوشبختی ها سزاوار گرداند. در همین جا جوانانی که نو حیات مستقلانه بسر برده ایستادند، حیات همین را برای خرسندانه بردنشان ما آمین میگوییم که آینده در درگاه پروردگار همین صمیمیت را به اینها هم میسر گرداند. فرزندای سالم را با وجود بیارند، جمعیت را با پیش برند. یعنی این دهه ما دهه هوشیار است. همین دهه هوشیار را برای مجسمتر، مقلمتر میسر گرداندن، سو گذاشتن را مدد کنم. الهی آمین. همیشه در پناه شما پروردگار راه راست را هدایت کند، ایمانات را کامل گرداند. باز میگویم محبت صمیمی پروردگار در قلباتان ابد و تا ابد و ابد مستحکم گردد. همیشه خوشبخت و چیز امان باشد. آمد کاراتون اتیاد سزاوار احترام پروردگار، سزاوار احترام مردم در شریعت اسلام بوده، یعنی مومن شوید. این مومنی شما را خدا خواهد و درگاه بهشت سزاوار نگرداند. انا همین آمین را برای آن میگویم که همین راه ها را از خود کرده پروردگار همه از آن جمله این دو نوجوان را هم به همین راه ها میسر گرداند، آمد کاراشون اتیاد. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر زیاد. بعد شنیدن کلام الله سبحانه و تعالی البته قلب‌های ما در جوش آمد و شاعر چنین مصرع‌های زیرین میارن. عزیزان من، باید که ما همیشه به یاد الله، به یاد سزاوار خدا باشیم و از ذکر الله سبحانه و تعالی روح نتابیم. دائم در یاد خدا و در یاد پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم باشیم.
زی ذکرم آن که روی تابد به دنیا، به فردا حشر سازم زشت و اعمى. زی ذکرم آن که روی تابد به دنیا، به فردا حشر سازم زشت و اعمى. زی زیری خاک زد دیده اش کور، سیاه گشته دلش چون لیلی به نور. زی زیری خاک زد دیده اش کور، سیاه گشته دلش چون لیلی به نور. کند ناله همان بنده به مولا، چه حکمت چشمی چشمم کردی اعمى. کند ناله همان بنده به مولا، که حکمت چیز چشمم کردی اعمى. بیکردی کورش دارنده من، خدا گوید ای مخلوقی نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. خدا گوید ای مخلوقی نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بیدادم دست و پای و چشمی بینا، دلی دانای و زبانی سازی گویم. بیفرمودم تو را به ذکر گوییم، زی دشمن اعتراض و دوست جوییم. زی ذکری ما شدی تو روی گردان، به امری نفس و به فرمانی شیطان. الله سبحانه و تعالی میگه من برای شما اینقدر دست و پا و چشم بینا، دلی دانا، زبان و گویا دادم، برای تو را عبادت طاعت خلق کردم، لکن از ذکر من روی گردانیدی، نکردی فرمانی مرا بجا بیاری، نکردی طاعت عبادتی من بجا بیاری. روز قیامت الله سبحانه و تعالی از من و تو هم رو میگردنده است، چون که میگه ذکرم روی تابی تو به دنیا، و فردا حشر زازم زشت و اعمى. اگر خواب خیزی میگه نماز نخوندی، طاعت نکردی، عبادت نکردی، روزه نگرفتی، زکات و حج نکردی، میگه من از قبر چشمات کور میخیزارم. وقتی که ما شما میخستیم میگفتیم که پروردگارا در دنیا دو چشمی روشن داشتم، پای روان داشتم، دلی ساز و دانا داشتم، برای چه کورم کردی؟ نفت من ترا آفریدم برای ذکر گویی، یعنی من ترا برای عبادت آفریدم. استعیذ بالله و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدونی ای لیعرفونی. میگن ما ترا برای عبادت آفریدیم، برای شناختن من به دنیا ترا پیدا کردم، لیکن تو از ذکر من، عبادت من رو گردوندی. عالما میگفتن نماز کن، طاعت کن، عبادت کن، تو چیکار میکردی؟ رو میگردوندی. میگو تو حالی یه جوان هستم، حالی یاش هستم، حالی 20 سالم، 30 سالم، حالی 40 سالم. بعضی با شیطان صفت جوان هستن که آدم ها را از ره میزدین، حالی تو جوانی، حالی یاش هستی، حالی مزدت کن، زنا کن، عرق کن، دزدی کن، فالبینی کن، قماربازی کن، چاپلوسی کن. خدا خواهد پگه بعد انشاءالله توبه میکنی و پیر شوی. آیا به پیری میرسی نمیرسی؟ الله میدوند. من دیروز این 18 ساله دخترچه را جنازش خواندیم، تا این روز 20 ساله و 18 ساله 15 ساله جنازه هاشو میخوانن که و یارم آرزو داشتن میسی تو جواد که خدا خد پاگه پنسه میبرامو، نفقه میبرامو، نماز من یک جوان میدانم نفقه بورمد، حالی نفقه در دستش نگیفته جان بخت تسلیم کرد. خدا فرصت نمیتی عزیزی منیشه، امروز فرصت است. تو امروز وقت را غنیمت شمار که فردا ندامت نآید بکار. پگر ندامت نمی آید وگر پشیمانی آد سود نمیکنه. جوانای عزیز
امروز مثل بابامو گفتن الحمدلله زندگی های خوب، زندگی های بلند، حیات آسایشته. از این فرصت فایده برو رو به خدا بیاره که انشاءالله خدا خد. پنج وقت نمازکات بخون، دعا که پروردگارا از همین زندگی ما را، از این یک بریده نون ما شما را دور نکند. از همین زندگی هایی که امروز بیشترین بلندترین قله ها هست، این ماشین خانه زیباتبی همچون در یک انشاءالله قصرهای پاشانشین زندگی میکنین انشاءالله خدا خواهد. بینین من دورهایی که دا میگم حضرت بای ابراهیم بینین، بای ابراهیم میگه در یک بیابان میرفت، یک موی سفید 400 ساله را دید. بینین کاش که پیغمبر نازنین هم امروز زنده میبود خدا خواهد، در این زندگی بلند حیات به سر میبود. دورهای پیغمبر نه ماشین خوب بود عزیزی من، نه یک انشاءالله خانه های خوب بود، چون که نبود، ترقیات پیشرفتگی نبود. امروز ترقیات منو تنده داد. با بعض جوانای به عقل میگفتن که این ماشین سوار شدن گناه است، این فلان است. اگر امروز محمد زنده میبود خدا خواهد جیب کتی میگشت. امروز محمد زنده میبود و انشاءالله سمالیات و ورتلیات کتی میگشت. چون که ما نسبت زمان حیات بسر میبریم. جوانی خوب اون فکرهای عقیده پوسیدگی دا پرت آکن انشاءالله خدا خواهد. امروز حیات رفته است. اسلام هم نو به نو زندگی خوب دارد، نو به نو انشاءالله خدا خواهد. از حیات عقیب نماند. پیغمبر نازنین امام مسلم حدیث است، کسی که میگه برای دنیا شده آخرت شتر نکند، کسی میگه برای یعنی دنیا شده آخرت شتر نکند. خیر الامور اوسطها، کارها را میانش بهترینش میانه است. هم دنیا که هم آخرت تکن، هم نماز زکات خون خدا خواهد انشاءالله، هم خانه ساز آیله برپا کن. حتی برای آیله برپا کردن پیغمبر جوانان را ترغیب میکند که شما گفت خاندار شوه. پیغمبر گفتن یک زن گرفتن از عبادت یک ساله نماز نفل بهتر است. یک سال نماز نفل خونو، یک شب خانداری که از این نعمت خدا دادت مزه کن. عزیزی من انشاءالله خدا خواهد. من یک چند سخن درباره زفاف میگن عروس خانه آوردن 5 سنت است. همین سنت باید ما بکنیم. امروز جوانای ما شما بسیارش با در این وقتی که زفاف میگن شب اول عرق میخورد است از ترس. یا ما شما موزیک را بلند میمونی خدا خواهد انشاءالله. شیطان ها را دعوت میکنی، با دعوت شیطان را جمع زده گیردی. من این شب خدا خواهد انشاءالله عروس آوردم به جایی که سنت های پیغمبر را زنده کردن. ما شما یکی وقتی که عروس میگه خانه میارن عزیزانی من، شیرینی تقدیم کردن سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. بینین اسماء ابن زید میگد، من میگد عایشه صدیقه را میگد وقتی که پیغمبر علیه السلام نکاح کردن میگد بسیار زیب و زینتش دادم. زیب و زینت دادن عروس دخترها نسبت شوهرش سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وقتی میگه زینتش دادم میگه، بعد میگه چیکار کردم؟ میگه محمد دعوت کردم، میگه بیا. گفتم محمد من عروس تیار است. پیغمبر میگه آمد و دمگه میگه چی؟ عایشه صدیقه که بزرگترین انشاءالله زن در روی دنیا با شما رفت که عزیزانی من 210 حدیث از پیغمبر علیه السلام روایت کرده است. میگه دمگش نشیشت، رسول الله گفتن که یک کاسه شیر بیاره. همین شیر بسیار رمز بوده است عزیزانی من شب معراجم پیغمبر اسلام مسجد و اقصا را حضور شد. جبرائیل امین میگه یک کاسه شیر و یک کاسه شراب عرق آورد. پیغمبر علیه السلام شیر اختیار کردن. حالا بسیار مولودا میروین، در مولودا شیر میمانن. امتلاس هر بار که صلوات میگم پیغمبر همون شیر باد میده. دمک همین رمزای سفیدی رمزی خوشبختی بوده است. میگه پیغمبر اسلام یک چند مراتبه شیر دم کشید به عایشه صدیقه داد. عایشه صدیقه از ناموس میگه نگرفت شیره. اسماء بنت زید میگه دختر زید من آواز بلند کردم که عایشه پیغمبر برای تو شیر داده ساده، شیر نمیگیری بخری. میگه گرفت میگه عایشه و یک چند مراتبه الحمدلله چیکار کردن انشاءالله. یعنی این شیر میگه چیکار کرد؟ عایشه صدیقه دم کشید.
ما و شما هم این سنت خدا خواهد انشاءالله با جا بیاریم، چون که کاری که پیغمبر کرد برای ما و شما سنت است عزیزان من. کاری که پیغمبر سنت گفتگی چی است؟ راه و روش پیغمبر نسبت امتاش. الحمدلله همین برای ما و شما چیکار کردن؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیم دادن انشاءالله خدا خواهد. این ابن ماجه گفتگی محدث روایت میکند. یکی دیگرش عزیزان من انشاءالله خدا خواهد، یعنی باید عروسم دامادم 2 رکعت نماز نفل بخوند. عزیزان من 2 رکعت نماز شکرانه وصال خوندن این سنت پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم است عزیزان من اشکالی که در تاریخ نظر اندازن، یعنی امام اعظم پدرشو ثابت هم انشاءالله خدا خواهد وقتی که خدا زنی بهترین زنی پاکترین انشاءالله خدا سبحانه و تعالی میسرش کرد 2 رکعت نماز شکرانه خوندن. مقصد از شکرانه چی است؟ خواندن بعد دستکات بردار میگد و دعا که پروردگارا همین زنی منه زنی خوش اخلاق کن، زنی خوش رفتار کن، زنی خوش گفتار کن عزیزی من، زنی کن که اولا اطاعت خطه کند 5 وقت نماز شب بخوند، زنی کنش که با حجاب باشد، با دیانت باشد، خدمتی من کند و خدمتی پدر و مادر مکند. دعا که میگد و دعا که میگد که خداوندا از این یک جایه ما فرزندهای صالح و صالح کرامت نما. خدا تعلیم میده استعیذ بالله ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. همین شما جوانای بیزنا همین دعا را یاد گیرو، هر روز 5 وقت نماز نبخو همین دعا را. خدا ایکو باور که زنی خوب نت یا دوزخت همین جنده است. زنی فرمان برداری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. اگر زنت کم رسخار باشد، زنت انشاءالله فرمان خدا پیغمبر کند، تو را پادشاه میکند در دنیا. همه شب غمخوری غم مدار که یاری موافق بود در کنار. میگه همین شبا غم روز که میگه در کاری در غربتی، اگر یاری موافق در دمگت باشد هیچ غم نخور. بیرو 5 نو بزن بر درت که یاری موافق بود در برت. میگه برو 5 وقت نماز در جماعت، میگه اگر خدا تعالی باشد از جماعت را نمیموند، بامداد با وقت بیدارت میکنه. میگه مردک جان خیز وقتی فرصتی فیض فرصتی برکات است رو مسجد نماز خون. به نماز باشد چی؟ ای بغل جاگه گری من نبرا میگه مرو متخبس میگه خوره 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 و در جملات من اگه جای افتم من این خدر 18 سال تا من عرضه کردم هیچ جاگ نرک خدا کرد. برکه هم در کار نیست، نصرت هم در کار نیست، فیض هم در کار نیست. من امروز دخترای شما جلب دارن خوشتامنا، میگه ساعت 8 و 9 میخیزد. این خدا خواهد کاری مؤمن نیست. باید مسلمان با وقت خیزد، باید مسلمان سهر با وقت خیزد، خدمتی خسول و خوشنامه شکند. امروز خسول و خوشنامه میخیزند به ملا خدا خواهد چای و نان و همه سه تیار میکند، بعدی بیچاره بعد قاشه آشه ترنگ کرد ساعت 8. این ای بس شرمندگی است. دختر تا خدا خواهد دادی بگو پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم چیکار میکردن؟ برای دخترها تاکید میکردن، میگفتن، میفهموندن انشاءالله خدا خواهد. برای چی تو نمیفهمانی؟ برای چی نمیگوی خدا خواهد انشاءالله؟ سبب که تو بختی دخترت نمیخواهی، نمیخواهی که دختر در آینده برای تو گرامات بیارد، برای تو در بین قوم و جامعه دختری خوب شود و برای تو رحمت و سزاواری خوبی بیارد. نمیخواهی عزیزی من. اگر بخواهی این چیز انشاءالله خدا خواهد بکن، هر روز تاکید کن، هر روز دخترات فهمون انشاءالله خدا خواهد. مادر معلمی نخستین است. امروز بسیار جالب شده است، خمیر کردن نمیتوند، نون بستن نمیتوند، خانه رفتن دزمال کردن نمیتوند و ها کذا. آموزش کسب و کاری زن همین است.
باید که خداخواد در دامنش یک مرد خوب پرورش کند، یک مرد انشاءالله خداخواد نیک انشاءالله خداخواد در دنیا پرورش کند. عزیزی من این چی است؟ طبق سنت های پیغمبر علیه السلام دعا که خداخواد انشاءالله. و یکی دیگر امروز من برای شما سیم سنت میگم، امروز تمام جوان ها جین زده شدن، بعض ملاها هم جین زده میگه همین چیز نمیفورم، همین کلا هر روز جلب همین جین زدگی را از سرچشمه حیات بشده است. ببینید سرچشمه حیات پیغمبر سنتن که کسی که پیش از خواب رفتنی لباساش کشیدنش 2 رکعت همین نماز خونده دعا کند پروردگارا به زبانی تاجیکی گمالش عربیش کینته باشد خداوندا همین شیطان از ما دور بگردان، بسم الله همین شیطان از ما دور بگردان که از شیطان شدگی فرزندها همش اطاعت تر نمیکند. پیغمبر گفتن کسی که خداخواد انشاءالله این دعا را میکند ما را از شیطان دور کن، فرزندهای صالحت همه خیل بچهش میتیه دخترش میتیه میگی هرگز شیطان باوی کارش نمیشید است. خواهی که فرزندی خوب گیری، خواهی که انشاءالله خداخواد فرزندی نگیری، فرزندی خداجو گیری، باید سرچشمه حیات خوب باشد، باید جوان حلقش پاک باشد، دختر حلقش پاک باشد. بین نزان من حلق اگر این حلق پاکی فرزند خوبی است. همین امام اعظم مادرش رحمت الله علیه عزیزانی من هرگز خدا خواهد انشاءالله حرام در دهنش کرگی نبود، یا که ثابت حرام در دهنش کرگی نبود. یک لقمه خورد امام اعظم یه روز پیش مادرش اومده گفت که مادر جان باید قرآن من در 3 روز ختم کنم بود، در 5 روز ختمش کردم. گفت همه یک لقمه که پدرت به رخصت خورد از هوای پیدا شدید. گفت 3 روز چیکار کرد؟ قرآن یاد کردن میگه عقیب زد. بین نزدانی من این بزرگا اسلام میترسیدن خدا خواهد انشاءالله، این بزرگا اسلام خدا خواهد حرکت میکردن. امام بخاری را بین انشاءالله خدا خواهد و ها دیگر آشبی خدا خواهد انشاءالله همش سرچشمه است، حیات شیرین است، حیات خوب است خدا خواهد، پرهیزکاری است، تقوا است. من این روز بچه ها همش گوش نمیکند گفتن نشمن، همش عرق خور، همش انشاءالله بیوی هر روز جلب میکنند موسیقیدا. بچه هم گفت نمیکند، گفت من نمیگیرد داملا جان چیکار کنم؟ سببش کی؟ ما و شما خودمون نادرستیم، ما خودمون خدا خواهد انشاءالله با کدام را پایستیم، با کدام را خوروندیمش، با کدام را پوشوندیمش پروا نمیکنی خدا خواهد. گفتی برادر ازبکا کی کرگان فایده تکیدن میگیری خدا خواهد حروم حلاله دوزیه فلانه پیستانه. امروز جلب دارد مردم. میگه یک برادر درخت شنوندم سر بیا، میگه درختام نیست. آن ناانصاف دزدی حرام است. درختی اون مرده که بیچاره میاری در خونت میشونین با کدام رود او چیزا میخری پگه تا قیامت همون خوردگیت حرام است، از گوشت خوب بدتر است. درخت بیستد 3000 میستد، 5000 میستد، 20000 میستد. حلال را حساب، حرام را عذاب. عزیزان من نکی کار خدا خواهد انشاءالله. کدامی همین مسلمان میارش آخی، کدامی با همین شیار زمین میارش، کجا میروه زمین نمیکشش، آسمون نمیبرایه. بچیکات تاکید کرد یک جوان روایت میگه درختام شکستی هم. عزیزی من این بخیل نشه خدا خواهد انشاءالله، بخیل باخش نمی سبزد. همین حق سبحانه و تعالی بین حسد کتی قرآن تمام کرده است. من شر کل حاسد اذا حسد کتی قرآن خدا پیچت کرد. باید که مسلمان انشاءالله حسد خور نباشد، مسلمان انشاءالله یادیگر را بد نبیند. عزیزان من ببینید خوشبختی میگد زندگی میگد 3 چیز است. 3 چیز اگر در داماد و عروس وجود داشته باشد زندگی شیرینیش همین به دست. عزیزان من یکیش محبت، باید که جوان پسر و دختر یکدیگرش دوست دارن. عزیزان من محبت که تی حیات بران گفتن این حیات شیرین می شود. عزیزان من یکی دیگری آداب انشاءالله عزیزان من، یعنی زندگی این خدا خواهد چی بده است؟ آداب بده است. باید بچه هم آداب داشته باشد، دخترم بهترین آداب داشته باشد. امروز دختراتو به ادب هستند، امروز بچه ها به ادبی
چی می آید؟ این زندگی ها تیز برباد رفته ساده. در مابین 1 ماه 2 ماه 3 ماه عزیزانی من چندی خاندان جدا شد. میدانم این چی شده ساده است عزیزانی من. به خود بیای خداخواد میلیون صرف میکنی، میلیون خداخواد 70 و 80 میلیون در عروس گیری با بربادش بده. این چی گفته ای گپ این؟ برای چی؟ چون که تربیت امک مانده نول است. امک ما نمیفهمودیم که زندگی حیاتش چی است. حیات آداب است خداخواد، رفتار و گفتاری خوب است. سیوم عشقی میگه زندگی میگه این یکدیگر فهمی است. ما یکدیگر نفهمیده سادیم. بچه دختر نفهمیده ساده است، دختر بچه نفهمیده ساده است. به این چی وجود اومده ساده است؟ در او خاندان غربت، در او خاندان جنگ و جدال، در او خاندان یعنی غم، در او خاندان فیض نیست، برکات نیست. عزیزی من خداخواد انشاءالله شریعت اسلام هم کوف میگد. کوف میدانیم بای بابای قده شود. ببینید بای بابای قده شود، کم بغل به کم بغل قده شود، ملا به ملا قده شو. یعنی انشاءالله خداخواد معلم به معلم قده شو، چون که یا دیگر تا قدرت میفهمی. بعد که کوف که نشدی حیات خوشرو نشیده ساده. ما از چینده بایگرین در پرتافت ساده. ما کجا یک دختری زیباز قاش شدیده غرونده ساده، وقتی سهر میبینی که پشیمان، سهر میبینی که جنگ جدال غربت وای و داد بعد فایده نمیکنه. وقتی میگذره بعد خداخواد انشاءالله بریم بینن اسلامی عزیزم انشاءالله خداخواد با چاچی اندازه است، چی است؟ مهربان است. چاچی اندازه حیات ما و شما را ترازو مونده داده ساده است که این کار نکن، این کار زندگی خوب است، این کار به این کار خوب میشد، این به این خوب میشد. امروز نه کجا نه خداخواد انشاءالله یک دختری پدر سال پول مالدار همه جنگ پرتافته ساده. من در کوچه ها میبینم از چی دختر رزبار، دخترها را دیدم از 20 بچه رزبار میمونی خانی. و این محبت این زن یافت میشود. این دورای جوانیتم اذیت نخواندن من اکثری مردم ما و شما فقط کارگریم خلاص. بزور پول میابیم برای زندگی را پیش میبریم. مون بچه یک تا خود خوش شروع بخونه علم یا دختر تا خود در آورده دانش کده خیلی مون آخی تمام کنند. من یک عائله میدونم این مردم همه افریسته. یک دختری که 3م کورس کانترکت میخوانده است، یک آدم فاتحه‌اش کرده است. بینه فاتحه‌اش کرده است. بعد این پدری دختر است آخی دخترم کانترکت میخوانده است. ما میتیم کانترکت شد. هیچ خیالات نشه خداخواد شو. بعد ما اینا کلن کردن ما چی؟ ما دختری ما هستیم. هم تا میگنی فریبگر هم تا نیرنگای که خداخواد همون که یک بار که دادی بلا نموندی خداخواد 3 روز بعد دعوت میکنه توی من کانترکشن میتیم، من میپامش میخورونمش. وقتی که نگه نکاح کرده آوردیم بعد بچه گفته است که جمع بکنیم خوندنی تا گفته است کانترکت من کانترکت کتی کارم نه برای ماتاتیا اپاتیا اوزم که مدش ده بیچاره نیویره کسر شو اگر طرف دختر سیش میکنم برای اپات کنه اتعه به نامس خدمت در خونه تو کنه، خدمت در خونه تو کنه بیچاره دختر ترک خدمت پدر تا کنه مادر تا خدمت ترک کنه بیمار شب برای پرتاش. این کدام انصافه این؟ بیچاره جدا شد از پیشی کانترکت از پیشی پول گفته است من نمیتیم. چون مردک تو منافقی، تو انسان نیستی. تو وقتی که یک کس وعده میکنی از وعدت برو. علامت منافق 3 است میگد یکیش وعده کند خلاف میکند. بیچاره و فن کردی دختری و گرفتی خانت آوردی بعد تو خوجه در کار نیست فلان نیست پیستان نیست نه ته دختر تا خداخواد دختر تمان انشاءالله صاحب علم شود. گفتی شاید میگد مشو غمگین اگر دختر بزادی که در زادن دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر صاحب تاج گردد 100 پسر پیش او محتاج گردد. باور که اگر آدابش باشد بخوند انشاءالله صاحب علمی که خشن موافق علم بخوند 100 تا بچه خداخواد میدوه که فایده دارد. نمه حاضر با چی ماده برمده دخترم میمونه گفته هشمش چیش داره گوره بخش زینیت خودی که میبره دختر دیگر میبینه او خدا زده بچه هم بینه خونه و رفته هشتمیش خواره من در 2 تاش خپیدم رزبار کردم میگه این ما فاتحه هستیم داملا. یه زنی من روسیه گفتم تو خدا زده تو کجا فاتحه حالی
تو این دختره 3 روز بعد میپرتایی، 3 روز بعد این دختره فن میکنی کش نه لگد میزنی با خدا کرد. این جوانان دا باور نکن اینا همش دروان. یک جوان 3 دختره فن کرده است، خدا زده 3 دختره. این شدروتا میگیرم تا پرتافت است و ایشا میگیرم تا پرتافت است و ایشا میگیرم تا پرتافت است و دختره خارزدار. عزیزی من خدا در کنی و بچه لگد زن براده خدا زده قریبی خانه نمونش. یکمش عیبی تر است. ما خدا خد انشاءالله 8 است. 8م صرف میخوندگه تو بانک چیکارش میکنی کله و زرجات کرد. شب روز میاد یک دختر گریسته آمد پیش مسجد. این دروغ نیست والله من به قسم یاد میکنم. میرم داملا جان گفت بیزاری حیات شدم. چیگه پس ای حاضر خوجهی شده است کجا میره کوچه نبرا اینجا من جیندی میشم داملا. من مکتب رفتنم در کار خانه خالم نرم خونه اچم نرم ای حاضر وی اوجه شو خوجهی وی رود سیت مردکی بینم وی زنی تو نیست وی حالی تو نبینی که کسی که خدا خد جوانای عزیز از خدا بتاست. اینجا اوروپا نیست، ما مسلمانیم خدا خد. خیلی فاتحت هم کردن کنتظر کرده بگرد. من طرز بگم فاتحت که کردن انشاءالله خدا خواهد خبگک بگرد صبر که طاقت کالی بیچاره من خدا خد انشاءالله علم شگیرد من خدا خد یک خوش رو بوایه برسد. من چندین جوان ها امروز یعنی خداش نکشته سادی سببش چی است؟ انمین لبافنیکا است. سببش انمی خدا خد به تمیزی است. انمی به مدنیت های ما و شما هستیم. آرسی بدبخت هم بینش همه که یک فاتحش کرد نمی دوای کنی وی ما چماری خدا خد انشاءالله کنکنی وک شکشاری میدهی ور خودی مردی خودی دیگه از بیزت مونده غرور تنته دوخت تنته. من یک جا شنیدم چیکار میکردن تمام فعالیت خونش خبر میداده مرد تکو اتم چمای اپم میزنش هیچ نگه من خودم کارم میکنم خونه خودم میرم شوککاتم میشم تورتم میکنم ای گم نمی گیرم چید من میمرم ناشا خودم بکشم اما کرالو جو سیر خونه اتت دونیست اپت نیست تو آدم نیسته و اوجه همون 31 روز کرال میشه. من بابامش گرفتگی دور شوره اینده نمیدید وای بیچاره تا 2 سال 3 سال لرزیده میگشم و خواننده حرمت چه من استاداشتیم حرمت چه بجا می آورد. امروز حرمت کپه کرد خدا خواهد شوکی وعده کردگی خودت خیسته خدا خواهد کار میکنی خودت خیسته خدا خواهد خونه میری در راه میری همه تیار میکنی و کاشش ترن کردن میکیزن. نه حرمت نه عزت. این حیات نیست عزیز من. حیات این معنی ندارد. چی خیلی که خمیس یک خدا خواهد انسان پلا پرتش چی خیلی بخواهی زندگی را با پیش بری این معنی ندارد عزیزی من. از الله سبحانه و تعالی بترس. 3 چیز میگد انشاءالله عزیزان من در دنیا چی میموند انشاءالله خدا خواهد یادگاریمون میگه از خود 3 چیز بعد مرگ تا ابد میگه دنیا هست زندگی میگن میمونه 3 چیز پیغمبر اسلام. یکیش میگه انشاءالله علمی که مردم فایده میبرد. من استاداشتیم در مکتبا چقدر انشاءالله این علم جدا نکرد وای آخروی دنیاوی نه همش علم الله هست. همین استادایی که امروز خدمت دارن که ما و شما را من چندین استادامو در پیش میشتیم الحمدلله اینا هم استاد هستند. همین علمی که فایده میبرد مردم بعد مردن ما و شما تا قیامت انشاءالله خدا خواهد ثوابش میرسید است. یکی دیگرش فرزند صالح عزیزانی من. بچه های صالحمونه که نماز خون طاعت کن عبادت کننده کن بچه ها خدا خواهد به نماز نشوه به عبادت نشوه عرخر و زناگر و دزد و قمارباز نشوه که شرمنده بشه خدا خواهد انشاءالله. یه روز نه روز اثبات میشه حواره نشو میگن که آفتاب بدومن پنه کرده نمیشه حواره نشو. چی کاری خطا میکنید 10 سال بعد و 5 سال بعد جوابش میگیری بعد پشیمون میشی بعد داد میگوی بعد وای میگوی وقت میگذره. فرزندای صالح خدا خواهد انشاءالله. بچهای نماز خون دخترای نماز خون امروز باور میکنن زنها در دیار ما نسبت بچه ها بهتر هستن. الحمدلله من ماه رمضان من استاتیستیک خدا خواهد انشاءالله زنها را گرفتم تقریبا 50-60% زنها قرآن ختم کردن. کنی مردکا خیلی چی کنی؟ کراشی 10% کردی کراشی 20% کردی. ای خواب رفتن دست گویا که روزه گرفتی مرد یک باره همین فقط به خواب گذرونده بشی.
ساری میگرونده یک پیشین میخزی تولد میکنی با یک میگرونی خدا خواهد انشاءالله عصر شده نه قرآن قبی زمیکانی میکنه دست انشاءالله خدا خواهد انشاءالله یک بزرگی صفت اگر قرآن دست پریسکیته خیلون زنیش ریاکسیا بیتیا از قرآن خدا خواهد نخفیده دید قرآن در خونه چنگ زده موندگی های یک چنگش یک وجه طوری یکش بین مگل طوری سری گواره بچهش نموندهش آیا قرآن چه عجینه نیا با اینا با یک بلا نزنش همین بچه بلا عجینه موندگی دست و قرآن خدا داد که بخون انشاءالله اقرا بسم ربک الذی خلق گفت خدا قرآن برای خوندن داد برای عمل کردن داد الله سبحانه و تعالی برای رکلام برای یک خواننده خدا خود کشال کرده موندن نداد قرآن و سیوم صدقه جاریه است عزیزانی من کسانی که در دنیا برای مردم آب میبراری برای مردم چاه میکابی برای مردم ره میسابی برای مردم درخت میشنانی برای مردم انشاءالله خدا خواهد مکتب ها و باغچه ها و مسجد ها و دیگر دیرا همین دان خیر احسان نکنی همین خیرات تا قیامت ابدالابد میرود انشاءالله تو میمیری احسانت نمیرد زی تنگی های محشر دست بگیرد میگه تو میمری ای جوان این خیرایی که رئیس ساختی یا ای کپروکی کردی یا ای یک مکتب ساختی باغچه ساختی یا مسجد ساختی یا راه ساختی یا درخت کردی میگه اینا هرگز نمیمرد انشاءالله ابدالابد تا قیامت همون درخت باقی است از میوهش میگه انسان میخرد حیوان میخرد چی میخرد ثوابش در قبر رفته میستد عزیزی من هیچ وقت از ثواب محروم نمیشه عزیزانی من حتی پیغمبر میگه در دست درخت ای جانت اومد میگه اول درخت شنونو جان به حق تقسیم کن اینو معنی نداره که جان ترا پایسته بسه مقصد در زندگی چی کارهای خوب کرده برو کارهایی که خدا خواهد بین جامعه اثرها یادت کنن گفتی حضرت خدا خواهد سعدی بزرگوار میگد یاد دار وقتی زادنی تو گریان بودی همه خندان چنانزی که وقتی مردنی تو خندان باشی همه گریان میگه وقتی که کودک میگه در بلنیسه و در رادام و در خانه به دنیا می آید بیچاره فقط داد میگه هیچ کس نگاش نمیکند همه چی تبریک همه خرسندی همه سیونچیتی بینین وقتی که میگه دنیا در خدا 50 سال 60 سال عمر میته میگه چونان زندگی که بعد مردنت همه گریان باشد گوان که کاش که پروردگار 10 ساله که دیگر همه جوانه عمرش دراز میکردی که با مردم فایده دیامد با مردم فایده بد نگوان که خیریت جوشه گرفتی خلاص شدم هش شکری و خدا کشش دعای بدت نکنن هرگز آرزو کنن انشاءالله خدا خواهد من چندین جوانای خوب گذاشتن اکثر آدما رو دیدم آبای دیدش جاری بود بپرسیدم که برای چی میگه جوانی خوب بود یک اکه مرزا ناصر جان بیچاره خدا رحمتش کردگی باشه بسیار منفیتش تمامی خلق نه همه آدم من یک بار آدم دخونیش ندیدم با من خودم احمق هستم گاه ها من تاکید میگرد دام لخته شا هخته به دستگی میگفت بیچاره شب و روز مسجد نه خدمت میکرد همه آدم مرد باور میکنه گریه نکردگی آدم نماند این همسرش که صحبت کردم بینین بسیار به همین زنش مهربان بودن بسیار زن و شوهری ماست الهی بودن میگه داملا جان همین خانه دور مدنیم نمی آید گویا که خانه به من تاریک است بین از دوست داشتن از مهر و محبتی حقیقی بدن این نسبتی زن و شوهر ما امروز چی زنک ای ما بیزار من ای زنک بیزار خدا خواهد من کوچه اومدم شکر من خیریت برفت وقتی که خدا من درام نباشه خسته میشم خیریت این شاو نزدگه بیمالا خامنه من غتس و پتس و چتس خیریت خلاص شدیم این حیات نیست زندگی برادرها باید که انشاءالله مهر تتی هوای نتی دیگه کنده بیتی چجا سلات که گفته نرو که تلویزیون خدا خواهد او چجا ساعت نمیخره هر روز خدا خواهد انشاءالله یه روز خدا خواهد عشقی که به بیگونه میتی و عشق نیست و حیات نیست و حیات به همسره که خودت بده با وجودت و دوست دار و تو را با وجود و دوست دارد این حقیقی محبت ارگینال زندگی بشه
شکر که خدا خواهد انشاءالله بیزه بای بزه بای خدا مناسب دید می خدا خواهد انشاءالله شکر گذار بار. یک جوان که رعایت خواندم بینین، یک جوان زن میگیرد بسیار بد اخلاق، بسیار آزارش میتید، بعد همسیفا جمع میزنن میگن بیا همین دختر سرته چیکار میکنی؟ هر روز غربت، هر روز جنگ. میگد من یک از خدا میترسم، یک سه از خدا امید دارم. پیغمبر نازنین گفته کسی که انشاءالله خدا خواهد یعنی زن میگیرد و از رفتار بدی زنش صبر میکند، ثواب حضرت ایوب علیه السلام می نیستش. پگر جای همین میترسم. یک تا دیگهش مبادا به این جداشم با یک خونه آزار میتید، پوستکم من آزار تیه، بیا کم آزار تیه بین انشاءالله خدا خواهد. شما هم خدا تقدیر دیده می زن میکردگی مرد از خدا خواهد. گبی خوب باور میکنم همین مار درنی باید درای اگر ای چشم برای برادر چی نغزش میکنی، گپای خوب میزنی تا یک در دستت خورده نه، بعد میکش خدا خواهد انشاءالله حرکت میکنم مار خدا خواهد میگن که گبی خوب مار از این چشم برمده است. این انسان هستن انشاءالله نا خدا خواهد. اینا میفهمن خدا عقل و ذکاوت چه داده، فقط معاملت خوب که رفتار و گفتار خوب که باور که در تاری سر برداشتش میگردد. من همینم گفتم امروز برو خدا خواهد انشاءالله. من در دقیق قزقلان بابا یک صحبت میگم وقت بسیار میشه وقتی کار است انشاءالله. یک موسفر یک روز روایت کرد میگد یک زمانی میگد بیگاهی بیام میگد زنک تماما دیگر است. مردک جان چی میخیری؟ چیکار کنم؟ کورپچه انداخت بالیش نمون. من گفتم این آفتاب از کجا اومد؟ این زن چی شدی؟ زن این تماما 100 گرادوس گشت است. این چی شدین؟ وقتی میگه زنک تینجی است درمش بیچاره خیر نکراده. ولی باید میکنه باید که مرد از خانه بیاد زن بخیزد. تاش نه کورپچه اندازد نه اندازد، نه ترسد نه اندازد. اگر نه ترسد چومات کردم میگیرم جناب خدا چوی تام نمیکنه، سیک افکار تام نمیکنه، سیک جاگت هم نمیکنن. اگر هم رفتار و گفتاری نسبت زن نداشته باشه خوب. بعد میگه گفتم که زنک جان چی گپ است؟ مرمت منم میگه گپ خوب نگذاشتم. شیرینم اصل چی شدین؟ یه هفته یک جواب اومد گفت یک مردک گپ نزن، همین روز یک قوقان یک بیاتون اومده است. همین خیلی حقی مردک گپ زد که ما باور که دوزخی بده مردک. این اکو فهمیدم من میم بد خدا خواهد تو را خدمت نمیکنم. گفته میگه همون زنک در کجا بودی قسال؟ این 60 سال کجا نبود و خدا تسته نمی آوردش. من راحتی جوانی من میکردم، جوانیم سوخت اکن خیر. گفته میگه که چیتش هم باشه میگه زنم میگه تبدیل یافت داملا جان. بینین دیمک زنای ما نمیفهمه. اگر بفهمه که ریزا و فی ریزای زوج راضی خدا در راضی شوهرای حرمت میکنه و غضب الله فی غضب زوج، غضب خدا در غضب شوهرای بفهمه خدا خد میکنه. امید میکنیم که صحبت کنیم از دانیان صحبت بسیار است انشاءالله خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی هممون خدا خواهد توفیق هدایت مهر و محبت صمیمی نسبت همسرا و همسرا نسبت انشاءالله خدا خواهد مرداش و پیدا شود. عزیزان من عمرها رفته است، جنگ کنیم عمر میگذرد، غربت کنیم عمر میگذرد. بینه که با جنگ و با غربت هیچ معنی ندارد عزیزان من. این معنی ندارد که خدا خواهد حیات شیرین شود، حیات خوب شود. حیات شیرینی خوبیش عزیزان من چی است؟ مهر است، محبت است، یکدیگر فهمی است، دوستی است و یکدیگر خدا خواهد انشاءالله دوست داشتن است. در اینجا صحبت با پایان میرسانیم. نوبت به قاری محترم جمشید جان میدیم انشاءالله باز یک قرائت میکنن و در حق خاندان در حق داماد و عروس دعای خیر میکنیم و دعای آخرین بابا یک دعا میکنن و این محفل انشاءالله خدا خواهد با آخر میرسانیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو
شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مقبول تلاوت قرآن شنود حضرت رحمان جل جلاله آدم صفی الله نوح نبی الله ابراهیم خلیل الله اسماعیل ذبی الله موسی کلیم الله عیسی روح الله و برهان جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برهان جمیع گذشتگان این منزل و مکان به کسان بیچارگان دور افتادگان غریبان شهیدان خصوصا هم اهل جماعت همه اهل خاندان پاچامونم عمامونم و توفیلنو بابا و بیو پدر و انشاءالله خدا خد خیش و اقرباهامونه عمک و تاغامونه پروردگار در این روزی مبارک روحاشنا شاد قبرهاشنا پرنور آخرشنا آباد بگردانی و این چنان ناز و نعمتهایی که کادگان خانه آماده کردن خدا آنها به درگاه خود قبول نمای سایبانی آخرت بگردانی در این خاندان همیشه تینجی آرامی خاطر جمعی تنسیتی فیض و برکات همی اهل جمعیت و خاندان چی مقصد و چی آرزوها دارن خواه دینی است و خواه دنیاوی الله به فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی همی دو نوجوانی که عقد نکاح شدن خدا آنها بین آنها محبت پیدا نمایی در آینده فرزندهای صالح و صالح از قضای غیبی خودت کرامت نمایی من میکنیم که یکی بهترین عروسا می شود الحمدلله در بین قوم و جمعیت در این خاندان خدمت کردنشون الله سزاوار بگردانی هر کی را حاجات است مقصود است خداوند به فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السمیع العلیم و توب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. يا دعای خیر کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان کسی که در جای نشستهشان صبر طاقت کردن نشستن ما به نهایت شاد هستیم که سزاواری همه سخنهای معتبری عزیزانی ما شدند. از آن جمله من میخواستم که آینده تمام انسان‌هایی که در همین منزل و مکان‌های خودمان زندگانی میکنند همیشه سخن‌های بهتری را حتی در کتاب‌ها از سالها خوانده با وجود آوردنشون مشکل است. برای همین
این مغز همه شیرینی های انامه سخن را این برادران ما گفتند. برای این را شنیدن البته سزاوار شدن، نشسته صبر کردن خوب است. یادگاه آمین. در پناه خدا پروردگار شما همچون صبر و طاقتناک گرداند، آینده شما را روشن گرداند، ایمانتان را کامل گرداند، همیشه برای راست هدایت کند، محبت صمیمی خودش را در قلباتان تا ابد مستحکم گرداند، خوشبختی را سزاوار گرداند. پرزیدنت اولینمان میگفتند دست به یار و دل به یار و دست به کار. این سخن بهترین از منبر میگفتند. این دل به یار و دست به کار این بینیت ولی مضمون به حد زیاد دارد. برای همین اجدادان ما همه سخنها را گفته از دنیا گذشتند. همیشه در سوار انامین سزاوار همین احترام اجدادمان را برقرار کردن، ما سزاوار شدن ما در کار. از همین سبب در همین جا امک ابراهیم سفر خدای فاطمه زندگانی کرده هستند. در این منزل یک اجدادان گذاشتند که جمعیت ما را برای سزاوار به پیش بردن، یعنی سهم گذاشتگی هستند. برای همین سهم بهترین را گذاشتن اجدادان ما که همه خیل کردن، ما هم آینده خود را برای پیش بردن سزاوار شدن، یعنی سهم گذاشتن ما در کار است. امروز آن نویگری هایی که با وجود آمد دهه هوشیار را زمزمه مستحکم میگرداند. بابل که در اینجا قریب 1 سال زندگانی کرده است، اکا تشبه عادل که در جنگ بزرگی وطنی خدمت‌های سزاوار کردند و امروز مسجدی که برقرار کرده شده ایستاده است برای دهه شیار این در تاریخ ابدی میماند. برای همین سزاوار شدن ما خیلی شاد هستیم که شما هم همه خیلی قوه بزرگ کرد و در امان خدا شما هم مهنت سزاوار کرده سهم گذارد که این دنیا گذرنده است. برای دنیای گذرنده صاحب شدن، برای دنیای باقی صاحب شدن در این دنیای گذرنده البته سهم گذاشته مقدسی حیات را فهمیدن در کار است. آمین. در همین منزل و مکان همیشه راه روشن تجسم گردد، مهر و محبت صمیمی برقرار باشد. چی آرزو و مقصدهای نیک دارند و مقصدها رسیدن میسر گرداند. با هوا من مصطفی باشد، چین جهانی برقرار باشد. خیلی که عرب ها زندگانی میکنند آنها سزاوار احترام پروردگار را به جا میبیارند، جنگ و جنجال نمیکنند. انا همه خیلی رویه را در مردم ما در دهه ما هم سزاوار گرداند. ما همیشه با صبر و قناعت در راه پروردگار در راه پیغمبران که مقدسترین پیغمبران بودند محمد صلی الله علیه و سلم سزاوار شویم، حرمت و احترام همین گذشتگان را به جا بیاریم. همیشه برای همین شما دم عمر برقرار، عمر پرفیض و برکت، عمر برای روشن هدایت کننده را سزاوار گرداند پروردگار. خوش آمدید. آن نعمت هایی که ما استعمال کردیم شکر میکنیم که پروردگار با همین نعمت های با ما رزق کرده داده است. همین رزق ما برای سزاوار شدن اسراف نکردن را یاد گرفتن ما در کار. اسراف با معنای آن است که ما همون قدر قیمتی پروردگار را دادگی در سزاوار شدن در مناسب نمیشیم. از همین سبب آمین. همیشه در گربار که پروردگار شکرانه را میسر گرداند، صبر و قناعت را میسر گرداند، امید دائمی را میسر گرداند. همیشه تین جوانی باشد و آمد کارات و نتیجت و خوشبختی در میسر گرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما نوری دیده تاجیسه.
مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد.